سلام. اگه این ویدیو رو کامل ببینی و تمرین کنی، میتونی تو نرم افزار فیگما طراحی رابط کاربری انجام بدی. این بخش دوم دوره آموزشی طراحی یو آی. تو بخش قبل من مبانی طراحی رو خیلی خلاصه توضیح دادم. تو این بخش میریم سراغ این که یاد بگیریم چطوری طراحی رو تو نرم افزار فیگما انجام بدیم. من آوا هستم و این کانال آموزشی آوامی است. من تو این کانال هر هفته مطالب آموزشی مختلف آپلود میکنم و خوشحال میشم اگه ویدیوها رو دنبال کنین. بدون معطلی بریم سراغ یادگیری فیگما. فیگما یه نرم افزار طراحی یو آیه که تو بستر وبه. هم از طریق مرورگرتون میتونین باهاش کار کنین، هم نرم افزارش رو روی سیستمتون نصب کنین. در هر صورت برای کار کردن با فیگما باید به اینترنت دسترسی داشته باشین. عضویت تو سایت فیگما خیلی راحته. وارد سایت figma.com میشین، لاگین رو میزنین، ایمیل و پسوردتون رو وارد میکنین و لاگین میکنین. اگه از قبل اکانتی نداشتین، یه اکانت میسازین از این قسمت. بعد از اینکه لاگین کردیم یا یه اکانت جدید ساختیم، وارد این صفحه میشیم. اینجا اسممو وارد میکنم. میگه چه کاری میخوای انجام بدی با نرم افزار فیگما؟ هدف اصلی چیه؟ مثلا من میزنم دیزاین، ادامه رو میزنم. اینم ایمیل هایی که اینجا وارد بکنیم براشون لینک دعوت میره که من اینو اسکیپ میکنم. میگه چی باعث شد که بخوای از فیگما استفاده بکنی؟ حالا اینو مهم نیست. آدر رو میزنم، کانتینیو رو میزنم. میگه قبلا استفاده کردی؟ میزنم بله قبلا استفاده کردم. پلن فری رو انتخاب میکنم. اینجام این گزینه رو انتخاب میکنم. فینیش رو میزنم. بعد از اینکه عضو شدیم یا لاگین کردیم با این صفحه مواجه میشیم. اگه قبلا روی یه سری از فایل‌ها کار کرده بودیم، لیستش رو اینجا میدیدیم و میتونستیم بازشون کنیم. ولی خب چون الان یه اکانت جدید ساختیم، فقط فایل‌های پیش‌فرضی که خود فیگما برای ما قرار داده رو میبینیم. اینجا اسممون رو میبینیم. اینجا میتونیم بین فایلامون سرچ انجام بدیم. اینجا هم که همونطور که گفتم فایل‌های پیش‌فرض خود فیگماست که کاری بهش نداریم. برای ایجاد کردن فایل جدید اینجا روی این فلش کلیک میکنیم، درافت رو میزنیم. صفحه‌ای که باش مواجه میشیم اینه. اگه بخوایم به منوی نرم افزار فیگما دسترسی داشته باشیم، باید روی این قسمت کلیک کنیم. اینجا منوی نرم افزار فیگماست. اینکه هر کدوم از این قسمت‌ها چی کار میکنن رو در ادامه بهتون میگم. اینجا نوار ابزار فیگما رو میبینیم، تولبار، یعنی ابزارهای فیگما اینجا قرار دارن. ما از این ابزارها برای طراحی استفاده میکنیم. اینجا هم اسم پروژمون رو میبینیم. حالا مثلا فرض کنیم ما میخوایم کارمون رو شروع بکنیم و صفحه های پروژمون رو ایجاد بکنیم. فرض کنیم میخوایم یه سایتی طراحی بکنیم که مثلا 3 صفحه هوم، about us و کانتکت us رو داره. کجا میتونیم این صفحه ها رو ایجاد بکنیم؟ خود فیگما به صورت پیش‌فرض یه صفحه به اسم پیج وان اینجا برامون قرار داده. ما اگه خودمون بخوایم یه صفحه ایجاد بکنیم، باید روی این به اضافه کلیک کنیم. ببینید وقتی من کرسر رو میذارم روش، می‌نویسه add new page. من اگه روی این کلیک بکنم، یه صفحه برام ایجاد میشه. ببینین اسمش شده پیج 2 چون پیج 1 خودش برامون ساخته بود. میام اسم اینو میذارم هوم. حالا هر جای صفحه که کلیک بکنم اسم تغییر پیدا میکنه. الان من یه صفحه به اسم هوم ساختم. حالا میخوام 2 تا صفحه دیگه به اسم about us و contact us بسازم. صفحه ارتباط با ما و درباره ما. دوباره میام روی این به اضافه کلیک میکنم. این بار اسم contact us رو مینویسم. یه بار دیگه کلیک میکنم. مینویسم about us. حالا من 3 تا صفحه ساختم. خب پس ما تو ساید بار سمت چپ لیست صفحه هامون رو میبینیم. حالا یه پروژه میتونه خیلی بیشتر از این صفحه داشته باشه. من فقط میخواستم بگم چطوری میشه صفحه ساخت. حالا این صفحه که خود فیگما برامون ساخته رو میخوایم پاک کنیم. میایم روش راست کلیک میکنیم، دیلیت پیج رو میزنیم. اون صفحه رو برامون دیلیت میکنه. خب حالا من میخوام صفحه هوممو شروع کنم طراحی بکنم. باید بیام روی این هوم کلیک کنم. اینجا تو نوار ابزار روی این ابزار کلیک کنم. لیستی از فریم هایی که میتونم ازش استفاده بکنم و اینجا برامون قرار میده. مثلا فون.
اینجا لیست فریم های مربوط به موبایل رو برام قرار داده. اینجا لیست فریم های مربوط به تبلت رو برام قرار داده. اینجا فریم های مربوط به دسکتاپ. حالا روی هر کدوم از اینا که بخوام کلیک میکنم، مثلا اندروید لارج، روش که یک بار کلیک بکنم فریمش رو برام میسازه. الان من اگه روی صفحه هوم باشم، تو سایت بار سمت چپ این زیر فریم مربوط به هوم رو به ما نشون میده. اگه بیام رو کانتکت آس کلیک بکنم دیگه چیزی بهم نشون نمیده. روی هر صفحه که کلیک بکنین فقط فریم های مربوط به اون صفحه رو بهتون نشون میده. الان مثلا واسه کانتکت آس هم من میتونم یه فریم ایجاد بکنم. دوباره روی این ابزار کلیک میکنم و مثلا این بار دسکتاپ رو میزنم. برای about us مثلا روی این کلیک میکنم، دوباره میام روی این ابزار کلیک میکنم. برای این یکی مثلا روی آیپد پرو کلیک میکنم. روی هر کدوم از اینا که بیام فریم مربوط به اونا رو نشون میده. حالا لزومی نداره که هر صفحه فقط یه فریم داشته باشه. به طور مثال برای صفحه هوم من میخوام یه صفحه موبایل طراحی بکنم، یه صفحه دسکتاپ. ببینین من اگر روی دکمه اسپیس کیبوردم کلیک بکنم، ببینین کرسر شکل دست شده. حالا با درگ اند دراپ کردن موس میتونم این فریم رو بیام جاشو عوض بکنم. خب پس از این طریق من جای این فریم رو عوض کردم. یه جای دیگه صفحه کلیک میکنم، دوباره میام روی این هوم کلیک میکنم که اون فریمی که میخوام ایجاد بکنم برای هوم ایجاد بشه. دوباره روی این ابزار کلیک میکنم و میام این بار روی دسکتاپ کلیک میکنم. حالا من 2 تا فریم دارم. یه فریم مربوط به موبایل، یه فریم مربوط به دسکتاپ. روی هر کدوم از اینا هم که کلیک بکنم لیست فریماشو این زیر به من نشون میده. پس یه پروژه میتونه شامل چندین صفحه باشه، هر صفحه میتونه شامل چندین فریم باشه. حالا این فریم ها خودشون توشون چندین لایه قرار میگیره. این لایه ها در واقع طراحی ما هستن. به طور مثال تصور کنین من الان رو صفحه هوم روی فریم دسکتاپ هستم. روی این مستطیل کلیک میکنم، روی این مربع کلیک میکنم، میام با درگ اند دراپ یه مستطیل درست میکنم. خب کارهای هر کدوم بهتون میگم. الان نمیخوام نوار ابزار رو توضیح بدم، فقط میخوام اولویت بندی فریم و لایه و اینا رو بهتون توضیح بدم. الان یه مستطیل انداختم توش. خب میام روی این تی کلیک میکنم، یه تکست هم ایجاد میکنم. مثلا مینویسم آوامیا. خب من الان یه مستطیل درست کردم، یه تکست هم اینجا ایجاد کردم. خب الان فعلا طراحی انجام ندادم، فقط میخوام لایه ها رو بهتون نشون بدم. این 2 تا لایه الان برای این فریم دسکتاپ هستن. ببینین الان من اینو میبندم دیگه لایه ها رو نشون نمیده. دوباره روی این فلش کلیک میکنم، لایه های این فریم رو بهم نشون میده. پس اولویت بندی به این شکله. شما یه پروژه ایجاد میکنین، اون پروژه میتونه چندین صفحه داشته باشه. هر کدوم از اون صفحه ها میتونن چندین فریم داشته باشن و داخل این فریم ها لایه های ما قرار دارن. نکته دیگه که وجود داره اینه که برای ساخت فریم لازم نیست که ما حتما وقتی روی این ابزار کلیک میکنیم بیایم از این قسمت یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنیم. میتونیم خودمونم با درگ اند دراپ فریم مورد نظر خودمون رو با سایز مورد نظر خودمون بسازیم. بریم سراغ آشنایی با ابزارا. اولین ابزار موو توله، یعنی ابزار جابجایی. برای جابجا کردن لایه ها توی فریم از این ابزار استفاده میکنیم. مثلا این یه لایه است که ما توی فریممون داریم. برای جابجا کردنش میایم روی این ابزار و به این شکل جابجاش میکنیم. ابزار بعدی که زیرگروه این ابزار اسکیله، برای بزرگ کردن یا کوچیک کردن، برای تغییر سایز. من روی اسکیل کلیک میکنم، الان میتونم این لایه‌مو سایزش رو تغییر بدم. به این شکل میبینید میتونم بزرگ و کوچیکش کنم. وقتی با ابزار اسکیل دارم اینو بزرگ و کوچیک میکنم، همونطور که میبینید اندازه متناسب تغییر میکنه. طول و عرض با یه تناسبی تغییر میکنن. وقتی میام روی ابزار جابجایی، روی ابزار موو، اینجا امکان تغییر سایز برام وجود داره، فقط به این شکله که دیگه با یه تناسبی طول و عرض تغییر نمیکنن. هر چقدر که بخوام میتونم طول و عرض رو تغییر بدم، به هر شکلی که بخوام میتونم درش بیارم. پس امکان تغییر سایز توی هر کدوم از این ابزارها وجود داره، ولی شکلشون فرق میکنه. یه ابزار دیگه تو این قسمت هست به اسم سیکشن که اینو در ادامه بهتون میگم. یه سری چیزا رو باید بهتون بگم تا بتونم اینو بهتون توضیح بدم. ابزار بعدی ابزار رکتنگل، لاین، ارو، الیپس، پلیگان، استار و پلیس ایمیج.
با این ابزار ما میتونیم اشکال رو ایجاد بکنیم. مثلا من رو رکتانگل کلیک میکنم، تا الان چند بار این کارو کردم، میام مستطیل ایجاد میکنم. اگه بخوام مربع ایجاد کنم، شیفت رو نگه میدارم، حالا اضلاع با هم برابر میشن، میتونم مربع ایجاد بکنم. پس با این ابزار میتونم مربع و مستطیل ایجاد کنم. ابزار بعدی ابزار لاینه. با این ابزار من میتونم خط ایجاد بکنم به این شکل. اگه وقتی دارم خط ایجاد میکنم شیفت رو نگه دارم، زاویه 45 درجه تغییر میکنه. حالا اگه دوباره شیفت رو ول کنم، تو هر زاویه یه خط برام ایجاد میشه. ابزار بعدی ارو هست، یعنی فلش. من به این شکل میتونم با این ابزار فلش ایجاد کنم. تو اینم اگه شیفت رو نگه دارم 45 درجه زاویه تغییر میکنه. الان من شیفت رو نگه داشتم، یه فلش صاف برام درست کرد. هر کدوم از این اشکالی که اینجا درست میکنیم میتونیم از طریق سایت بار سمت راست تنظیماتی رو روش اعمال بکنیم و استایلش رو عوض بکنیم. اینو من تو قسمت استایلا بهتون میگم. الان فقط میخوام نوار ابزار رو توضیح بدم. ابزار بعدی الیپسه که باهاش میتونیم دایره و بیزی به وجود بیاریم. الان من با این درگ اند دراپ کردن یه بیزی دارم به وجود میارم. اگه بخوام دایره به وجود بیارم شیفت رو نگه میدارم. وقتی شیفت رو نگه داشته باشی میتونی دایره به وجود بیاری. ابزار بعدی ابزار پالیگانه که باهاش میتونیم مثلث به وجود بیاریم. اگه شیفت رو نگه داریم مثلث متساوی الاضلاع برامون درست میکنه. اضلاع مثلث با هم برابر خواهند بود به این شکل. حالا وقتی مثلث رو درست میکنیم یه دایره اینجا شکل میگیره. اگه من روی این دایره کلیک کنم و به سمت پایین درگ اند دراپ کنم، گوشه های مثلث رو برام گرد میکنه به این شکل. اگر کرسر رو بیارم اینجا قرار بدم، کلیک کنم و اینطوری به سمت بالا بکشم، میتونم اضلاع رو بیشتر بکنم به این شکل. این امکان توی مستطیل و مربع هم وجود داشت. اینجا ما این دایره ها رو اگر نگه داریم و به سمت پایین بکشیم گوشه ها رو برامون گرد میکنه. ابزار بعدی استاره که باهاش میتونیم ستاره درست کنیم. اگه شیفت رو نگه داریم اضلاع ستاره با هم برابر میشن. اگه شیفت رو ول کنم دوباره به این شکل در میاد ستاره. من شیفت رو نگه میدارم، یه ستاره به این شکل ایجاد میکنم. تو ستاره هم یه دایره اینجا قرار داره که من اگه روش کلیک کنم و به سمت داخل بکشم گوشه های ستاره رو برام گرد میکنه. یه اهرم هم اینجا قرار داره. اگه من روی این کلیک بکنم میتونم اینطوری شکل ستاره‌مو تغییر بدم. مثلا به این شکل درش بیارم. ابزار بعدی ابزار پلیس ایمیجه که با استفاده از اون میتونیم تصویر قرار بدیم توی فریممون. من روی این کلیک میکنم، میتونم هم یک بار کلیک کنم که تصویر اینجا قرار بگیره، هم کلیک کنم دکمه چپ موس رو ول نکنم، همینطوری درگ اند دراپ کنم، تو سایز مورد نظر خودم تصویر رو قرار بدم. اگه یه بار کلیک کنم خودش تصویر رو تو سایز اصلی توی فریم قرار میده. از ابزار پن و پنسل برای ترسیم اشکال استفاده میکنیم. الان من روی ابزار پن کلیک کردم، یه جا کلیک میکنم. کلیک های بعدی من شکل رو برام ترسیم میکنه. اگر روی اولین نقطه‌ای که کلیک کردم بیام کلیک کنم شکل رو برام میبنده. الان من این شکل رو با پن رسم کردم. همونطور که میبینین گوشه هاش تیزه. اگه بخوام یه شکل با گوشه های گرد ترسیم بکنم اینجا کلیک میکنم. دفعه بعد که کلیک کردم دکمه چپ موس رو رها نمی‌کنم. میکشم به هر سمتی که میخوام، شکل رو برام خمیده در میاره. تو کلیک بعدی هم همینطور. رها نمی‌کنم، میکشم، به این شکل برام دورش رو به صورت منحنی در میاره. و نهایتاً دوباره اگه بیام رو اول نقطه کلیک بکنم شکل رو برام میبنده. وقتی کارم تموم شد دکمه دان رو فشار میدم. اشکال رو برام ترسیم میکنه. پنسل هم مثل پن برام یه شکل رو ترسیم میکنه، اما تو این حالت انگار مثلا دارم با مداد روی کاغذ میکشم. دکمه چپ موس رو میگیریم، شکلمون رو میکشیم. وقتی شکلمون رو کشیدیم رها میکنیم دکمه چپ موس رو. برای پاک کردن این اشکالم میام رو ابزار موو، روشون کلیک میکنم، دکمه دیلیت کیبورد رو میزنم. برای نوشتن متن از تی استفاده میکنم. روش کلیک میکنم، یه جا کلیک میکنم توی تصویر، مثلا مینویسم آوامیا.
دوبار کلیک میکنم، متن رو سلکت میکنم، از اینجا سایزش رو بیشتر میکنم، مثلا میذارم 36. پس برای نوشتن متن از تی استفاده میکنیم. تو این قسمت هم یه سری آپشن برای ادیت وجود داره که تو قسمت استایلا بهتون میگم. این ابزار اسمش ریسورسزه. روش که کلیک میکنم یه قسمت میاد کامپوننتس، پلاگین، ویجتس. اینو من در ادامه بهتون میگم. وقتی که بهتون گفتم کامپوننت و پلاگین چیان متوجه کار این ابزار میشین. در واقع لیست کامپوننت ها و پلاگیناتون رو اینجا میتونین ببینین. بهتون گفته بودم که روی هر ابزاری باشین اگه دکمه اسپیس رو فشار بدین شکل کرسر به صورت یه دست در میاد و میتونین به این شکل حرکت بکنین توی صفحه، به سمت چپ و راست و بالا و پایین بکشین. خب برای حالتی که مثلا فریم‌های زیادی اینجا دارین میخواین بینشون حرکت بکنین. حالا اگه نمیخواین دکمه اسپیس کیبورد رو فشار بدین و این کار رو انجام بدین میتونین از هند تول استفاده کنین. بیاین روی هند تول، خودش این کار رو براتون میکنه، بعد برین روی ابزار دیگه. اما بهتره که از دکمه اسپیس استفاده کنین. لازم نباشه هی بیاین بالا هند تول رو بزنین. چون در طول کارتون زیاد احتیاج پیدا میکنین به اینکه صفحه رو چپ و راست بکنین، خیلی بهتره که از همون دکمه اسپیس استفاده بکنین که کارتون راحت تر باشه. بعدی اد کامنت هست. برای وقتی که چند نفر دارن روی یه طرح کار میکنن میتونن به این شکل برای همدیگه کامنت بذارن. مثلا من یه طراحم، روی این کامنت کلیک میکنم، میام روی این قسمت تکست کلیک میکنم و مثلا مینویسم فونت خوب نیست و ارسالو میزنم. اینجا اسم منو نوشته آوا just now، یعنی همین الان، نوشته فونت خوب نیست، یه کامنت روی این گذاشته. حالا یه طراح دیگه‌ای که داره روی این کار میکنه، مثلا میتونه همکار من باشه، میاد میبینه من اینجا یه کامنت گذاشتم، کامنت منو میبینه. حالا اون با پروفایل خودش میبینه، میتونه اینجا ریپلای بکنه، جواب منو بده و بعد از اینکه مثلا جوابمو تایپ کرد اینو بزنه، جواب واسه من میاد. یا میتونه مثلا مشکل فونت رو حل بکنه، بعد اینجا ریزالو بزنه که مثلا من مشکل رو حل کردم. پس کاربرد کامنت هم متوجه شدیم. بسته به اینکه روی چی کلیک میکنین، چیزی که این بالا میبینین تغییر میکنه. ببینید من روی عکس کلیک میکنم، یه سری آپشن اینجا میبینم، روی دایره کلیک میکنم، این آپشن ها تغییر میکنه. میخوام این چیزایی که این بالا نشون میده رو بهتون توضیح بدم. ببینید من الان یه تصویر، یه عکس آوردم توی فریمم و یه دایره کشیدم. خب میخوام این تصویر بیفته داخل این دایره. الان میخوام مسک کردن رو بهتون نشون بدم. این تصویر رو اینجا لایه هامون رو میبینیم. لایه‌ای که بالاتر اولویت بیشتری داره. الان ببینید دایره روی این عکسه، چون اینجا تو لایه ها دایره بالاتر از این عکسه. پس این ترتیب اولویت ها رو مشخص میکنه. الان من این عکس رو میگیرم میکشم میندازم این بالا. حالا اولویت این عکس از این دایره بیشتر شد. همزمان هم روی عکس هم روی دایره کلیک میکنم، با کنترل جفتشون رو انتخاب میکنم. این بالا روی این گزینه کلیک میکنم Use as Mask. وقتی اینو میزنم این دایره دیگه مثل یه پنجره عمل میکنه. من چیزی رو میبینم که این دایره بهم اجازه میده. یعنی قسمتی از تصویر که اندازه این دایره است رو میتونم ببینم. حالا اگه من بیام روی این تصویر کلیک بکنم میتونم این تصویر رو توی این دایره جابجا بکنم، ولی دیگه بیشتر از این اندازه نمیتونم ببینم. در واقع به این عمل مسک کردن میگن. حالا میخوام در مورد ترکیب اشکال صحبت کنم. میام 2 مستطیل میکشم. این مستطیل اول. مستطیل دوم میتونم کپی کنم. برای کپی کردن هم میتونم از کنترل C کنترل V استفاده کنم. الان کنترل C رو میزنم، بعد کنترل V رو میزنم، شکلم کپی شد. هم میتونم از آلت استفاده کنم. میام روی اون شکلی که میخوام کپیش کنم، آلت کیبورد رو فشار میدم، با درگ اند دراپ میام شکل رو جایی که میخوام میندازم، بعد اول دکمه چپ موس رو رها میکنم، بعد آلت رو رها میکنم. اگه اول آلت رو رها بکنین شکل رو براتون کپی نمیکنه. الان من آلت رو نگه داشتم، اینو آوردم پایین. اول آلت رو ول کردم، بعد دکمه چپ موس رو، انگار که شکل رو جابجا کردم. باید این کارو بکنین. دکمه آلت رو فشار میدم، میارم شکل رو کپی میکنم، اول دکمه چپ موس رو رها میکنم، بعد آلت رو. الان شکل رو کپی کردم. این دوتا رو میارم روی هم قرار میدم، جفتشون رو با هم سلکت میکنم. وقتی جفتشون رو با هم سلکت میکنم اینجا یه سری گزینه میبینم. اولیش یونین سلکشنه. یونین یعنی اجتماع، یعنی جمع کردن.
اینو وقتی فشار بدم این دوتا شکل رو برای من ترکیب میکنه. الان اینا دیگه دوتا مستطیل نیستن، یه شکل واحده. تو ساید بار سمت چپم نوشته یونین. اینجا روی این فلشه کلیک میکنم، دوتا مستطیل رو به هم نشون میده. میتونم ادیتشم بکنم، جفتشون رو میتونم ادیت کنم، سایزشون رو تغییر بدم، گوشه‌هاش رو تغییر بدم، اما نهایتاً وقتی بیرون کلیک میکنم ببینید بازم این دوتا یه شکل واحدن. پس یونین سلکشن میاد دوتا شکل رو با هم ترکیب میکنه. خب بریم سراغ مورد بعدی. من رنگ دوتا مستطیل رو عوض کردم، یکیش قرمز یکیش آبی. مستطیل آبی روی مستطیل قرمزه، یعنی اولویتش از مستطیل قرمز بالاتره. جفتش رو با هم سلکت میکنم. مورد بعدی سابترکت سلکشنه، میاد لایه بالایی رو از لایه پایینی کم میکنه. ببینید الان اومده این مستطیل آبی رو از مستطیل قرمز کم کرده. بازم من اگه روی این کلیک کنم به جفت شکل‌ها دسترسی دارم، میتونم سایزش هم تغییر بدم، سایز جفتشونو، اما نهایتاً یه شکل واحد دارم که لایه بالایی از لایه پایینی کم شده. خب مورد بعدی، دوباره دوتا مستطیل رو سلکت میکنم، انتخاب میکنم. مورد بعدی اینترسکت سلکشنه، میاد نقطه مشترک اون دوتا شکل رو به هم نشون میده. ببینین الان جفت مستطیل اینجا هستن، قابلیت ادیت هم دارن، اما نهایتا من یه شکل واحد دارم که در واقع نقطه مشترک اون دوتا شکله. ببینید الان من دوتا دایره دارم، دایره سبز و زرد. دایره زرد اولویتش از دایره سبز بالاتره. این دوتا رو انداختم روی هم، جفتش رو انتخاب کردم، اینترسکت سلکشن رو میزنم. این الان باید نقطه مشترک این دوتا رو بهم نشون بده، یعنی این شکل وسط رو. ببینید این شکل وسط نقطه مشترک اون دوتا شکل بود که بهم نشونش داد. با استفاده از این ترکیب اشکال ما میتونیم شکل‌های مختلف بسازیم. خب دوباره دوتا دایره رو با هم سلکت میکنم. مورد بعدی اکسکلود سلکشنه که برعکس بالای عمل میکنه، میاد اون نقطه مشترک رو حذف میکنه. ببینید الان اون نقطه مشترکی که دوتا شکل با هم داشتن رو حذف کرد. جای از دوتا شکل رو داره بهم نشون میده که با هم دیگه همپوشانی نداشتن. خب بریم سراغ موارد دیگه که این بالا ممکنه ببینیم. یه شکل بکشیم. ببینین الان اگه من بخوام این شکل رو ادیت بکنم میتونم سایزش رو تغییر بدم، اما نمیتونم به گوشه های این مستطیل به صورت جداگونه دسترسی داشته باشم. مستطیل رو سلکت میکنم، این بالا ادیت آبجکت رو میزنم. آبجکت لزوما این مستطیل نیست، لزوما شکل نیست، میتونه متن باشه، میتونه هر چیزی که توی این فریم ما هست باشه. کلا به این عناصر میگیم آبجکت. من چون روی اون مستطیل کلیک کرده بودم، ادیت آبجکت رو زدم، الان برام ادیت شکل رو آورد. الان من به گوشه های این مستطیل به صورت مجزا دسترسی دارم. میتونم گوشه ها رو جدا تغییر بدم. حتی میتونم این نقاط جدید ایجاد بکنم. اگه من روی این دایره کلیک کنم یه نقطه جدید برام درست میشه که میتونم این نقطه رو هم ادیت کنم. گوشه های این شکل الان تیزه. میخوام این گوشه ها رو خمیده کنم. از این ابزار میتونم استفاده بکنم. ابزار بند تول. وقتی روی این ابزار کلیک کنم، روی هر کدوم از این گوشه ها که تیزن کلیک کنم برام به صورت منحنی در میاره. برعکسش هم ممکنه. اینا منحنی هن. من وقتی روی این ابزار بند تولم روی اینا اگه کلیک بکنم برام گوشه ها رو تیز میکنه. نهایتا وقتی کارم با ویرایش شکل تموم شد دانو میزنم، شکل رو به اون صورتی که خواستم برام در میاره. حالا من اینو پاک میکنم. من یه شکل با پن میکشم. دانو میزنم. برای اینکه ادیت این شکل رو برام بیاره هم میتونم روش کلیک کنم، ادیت آبجکت رو بزنم، هم میتونم دوبار روش کلیک کنم. بازم ادیت آبجکت برام میاد. یه مورد دیگه که اینجا هست پینت باکته. اینو که بزنم بعد روی شکل کلیک کنم میتونم شکلم رو رنگ کنم. از این قسمت رنگم رو انتخاب میکنم، دانو میزنم، شکلم رنگ میگیره. خب پس تا اینجا فهمیدیم که توی سایدبار سمت چپمون چیا قرار دارن،
گفتیم که صفحات مختلف میتونیم بسازیم. هر صفحه میتونه شامل چندین فریم باشه. تو فریمامون لایه‌های مختلف میتونن قرار بگیرن. با نوار ابزار آشنا شدیم، فهمیدیم که هر کدوم از اینا چی کار میکنن. حالا در ادامه با کارهایشون خیلی بیشتر آشنا میشیم تو کار. با مواردی که این وسط بهمون نشون میده تا حدودی آشنا شدیم. بقیه‌اش هم در ادامه بهتون میگم. حالا بریم سراغ سایدبار سمت راست. سایدباری که توش ما میتونیم المان‌هایی که توی تصویر هستن رو ویرایش بکنیم. من 2 تا متن روی صفحه قرار دادم. اولی رو انتخاب میکنم. از این قسمت که نوشته تکست میتونم فایلای متنم رو ویرایش کنم. اولیش فونته. روی این که کلیک بکنیم لیست فونتامون رو برامون میاره و میتونیم فونت رو تغییر بدیم. اینجا میتونیم فونتامون رو سرچ کنیم. اینجا وزن فونته. همطور که توی بخش قبل گفته بودم هر فونت یه سری وزن داره. اینجا میتونم وزن فونت رو تغییر بدم. مثلا من الان گذاشته بودمش روی بولد. میتونم بذارمش روی رگولار. یه خورده نازک‌تر میشه متنم. بعدی سایز فونته. از این قسمت میتونیم سایز فونت رو تغییر بدیم. هم میتونیم عدد مورد نظرمون رو اینجا تایپ کنیم. مثلا بنویسیم 12. همونطور که میبینیم فونتمون کوچیک میشه. پس هم میتونیم تایپ کنیم، هم میتونیم اینجا از این قسمت بین یه سری سایز پیش‌فرض که خودش گذاشته یک کدوم رو انتخاب کنیم. هم میتونیم از دکمه بالا و پایین کیبورد استفاده بکنیم. من همونطور که دکمه بالای کیبورد رو میزنم سایز فونت بیشتر میشه. اگه شیفت رو نگه دارم 10 تا 10 تا کم و زیاد میشه. مورد بعدی، فاصله بین خطوط رو از این قسمت میتونیم مشخص بکنیم. لاین هایت. الان روی اوتو قرار داره. من میتونم روی این کلیک بکنم و یه عددی رو وارد بکنم. مثلا 12 پیکسل. خب خیلی به هم چسبیدن. 2 برابرش میکنم 24 پیکسل. ببینید فاصله بین خطوط باید طوری باشه که نه متن خیلی به هم چسبیده باشه که خانه‌ای کاهش پیدا بکنه، نه اونقدر از هم فاصله داشته باشن که معلوم نباشه این متن در واقع یه آبجکت واحده. من الان اینو مثلا میکنمش 80. ببینید این فاصله خیلی زیاده. اصلا مشخص نیست که اینا با هم هستن. حالت قبلی هم خیلی به هم چسبیده بود و خانه‌ای کاهش پیدا کرده بود. من اینو دوباره میذارمش روی حالت اوتو. خب letter spacing خیلی تو فارسی کاربرد نداره. فاصله بین حروفه که من اینو اگه زیادش بکنم دارم با دکمه بالای کیبورد فاصله رو زیاد میکنم. ببینید فاصله بین حروف بیشتر میشه. پاراگراف اسپیسینگ. ببینید الان پاراگراف اسپیسینگ روی 0، یعنی فاصله بین پاراگراف ها. من الان با دکمه بالای کیبورد این عدد رو افزایش میدم. ببینید فاصله بین پاراگراف ها رو برام بیشتر میکنه. پس از این قسمت میتونیم فاصله بین پاراگراف ها رو کم و زیاد کنیم. خب حالا فکر کنیم من میخوام یه فایل متن ایجاد بکنم. روی این تی کلیک میکنم، یه جای صفحه کلیک میکنم و متن مورد نظرم رو مینویسم. خب یه کار دیگه هم میتونم بکنم. روی این تی کلیک میکنم، دکمه چپ موس رو فشار میدم، اینطوری میکشم و یه فضا ایجاد میکنم. حالا من توی این فضا میتونم تایپ کنم. ببینین وقتی که این خط به پایان میرسه خودش میاد خط پایینی، دیگه جلو نمیره. خب الان من اینو کپی میکنم، کنترل سی میزنم، دوباره میام یه فضا ایجاد میکنم، کنترل وی میزنم. این متن رو الان اینجا قرار دادم. الان این متن تو وضعیت فیکست سایز قرار داره. ببینین فیکست سایز، سایزش فیکسه، یه طول و عرضی داره. توی همین مکان من میتونم متنم رو قرار بدم. یه حالت دیگه هم داره به این صورت. ببینین تو این حالت ارتفاع ثابته، عرض تغییر پیدا میکنه. همینطور که من اینو پاک کنم، همینطور که من تایپ میکنم، بسته به اینکه من چقدر تایپ میکنم خودش میاد عرض رو زیاد میکنه. تا هر جا که من ادامه بدم این ادامه پیدا میکنه.
حالت بعدی برعکس اینه. ارزش ثابته. الان این ارز ثابت میمونه، هرچی من تایپ بکنم ارتفاع تغییر پیدا میکنه. میبینین؟ ارتفاع برام تغییر کرد. پس حالت اول فیکست سایزه، یه طول عرض ثابتی داره، تو همون طول عرض ثابت من میتونم متنم رو وارد بکنم. حالت بعدی توش ارتفاع ثابته، عرض تغییر میکنه. توی این وسطی هم عرض ثابته، ارتفاع تغییر میکنه. این قسمت هم که چپچین، راستچین، وسطچینه. این چپچینه، این یکی راستچینه، این یکی هم وسطچین که تو نرم افزارهای دیگه هم قطعا به این برخوردیم. خب بریم سراغ توضیح این ستا. لاین تاپ، لاین میدل، لاین باتم. من روی این تی کلیک میکنم، یه فضایی رو ایجاد میکنم، میام اینجا یه متن رو تایپ میکنم. حالا تایپ نمیکنم، میام از اینجا کپی پیست میکنم. کنترل سی، کنترل وی. خب این الان حالت فیکس سایزه دیگه، طول و عرض ثابته. من همینجا میتونم متنم رو وارد بکنم، نه ارتفاع تغییر میکنه نه عرض. این تو حالت الاین تاپه، یعنی متن اومده توی این باکس بالا قرار گرفته. اگه اینو بزنم تو همین باکس متنم میاد وسط قرار میگیره. اگه این یکی رو بزنم تو همین باکس متنم میاد پایین قرار میگیره. پس کاربرد این قسمت هم این بود. من دوباره آوردمش بالا. یه سری آپشن هم اینجا قرار دارن توی این 3 تا نقطه تایپ ستینگ که کم پیش میاد کارمون به اینجا بر بخوره. زیاد کاربردی ندارن چیزایی که توی این قسمتن. همشون هم یه پریویو دارن که میتونیم از این قسمت هم متوجه بشیم کاربردشون چیه. مثلا این یکی میاد زیر متن خط میکشه. ببینین زیر متن خط کشید. این یکی میاد روی متن خط میکشه. ببینین روی آوامیا خط کشید. این یکی میاد همه حروف رو بزرگ میکنه، این همه حروف رو کوچیک میکنه. این یکی حروف اول کلمات رو بزرگ میکنه، بقیه رو کوچیک میکنه. یه مورد دیگه هم هست اینجا تو دیتیلز، پاراگراف ایندنت. من اگه بیام اینو زیاد بکنم خط اول هر پاراگراف رو یه مقدار میبره جلو. ببینین گذاشتم رو 12. تو هر پاراگراف تو خط اول یه مقدار جلوتر از خطای دیگه است. چیزای دیگه‌ش هم کاربرد آنچنانی نداره. این یکی جاستیفایه که میاد متن رو برامون جاستیفای میکنه. اینم مربوط به لیستاست که میگه مثلا کنار لیستا دایره باشه یا شماره باشه. الان این متن منه. برای تغییر رنگش اینجا که نوشته فیل، میام اینجا رنگ متنم رو میتونم تغییر بدم. اینجا فقط رنگ متن رو تغییر نمیدیم، رنگ شکل ها، رنگ همه چی رو تو این قسمت فیل میتونیم تغییر بدیم. اینم اوپاسیتیه، شفافیت رو برامون کم و زیاد میکنه. بعد ممکنه من بخوام رنگ متن رو از یه قسمتی از این صفحه بردارم، از این کالر پیکر استفاده میکنم، میام روی اون قسمت کلیک میکنم، رنگ رو از اونجا برمیداره. بعدی استروکه، میتونم این به اضافه رو بزنم، به متنم استروک بدم. مثلا من میخوام استروک قرمز بدم. الان متنم مشکیه، دورش قرمزه. اگه من زوم بکنم بیشتر مشخص میشه. زد کیبورد رو فشار میدم، زوم میکنم. ببینین متنم خودش مشکیه، دورش هم خطوط قرمز قرار دارن. الان روی اوتسایده، یعنی این لبه های دور متن بیرون خود متن قرار گرفتن. اگه بزنم رو اینساید میرن توی متن قرار میگیرن. ببینین این سیاهی کمتر شده. میتونم رو سنتر هم بذارم که بیاد وسط. بهترین حالت همون اوتسایده. اینجا من میتونم این لبه های دو رو قطرش رو کم و زیاد بکنم. الان روی 1 پیکسله، مثلا میتونم بزنم رو 3 پیکسل. ببینین بیشتر شد. خب من با کنترل زد برمیگردم به حالت قبل. خب چند بار کنترل زد زدم، برگشتم به حالت قبل. اون استروک رو برداشتم، متنم هم دوباره مشکی شد. یه کار دیگه که با متن میتونیم بکنیم دادن افکت دراپ شادوه. ببینین الان یه سایه زیر متن قرار گرفت. من روش که زوم بکنم ببینین این سایه بیشتر مشخص میشه. یه سایه زیر متن قرار گرفت. حالا اگه من روی این آیکون کلیک بکنم میتونم تنظیمات این سایه رو تغییر بدم. X موقعیت سایه روی محور X، Y موقعیت سایه روی محور Y. بلار همون محو شدگیه، همون تار شدنه.
اینجام که رنگ سایه است، اینجام که اوپاسیتی سایه است. ببینین الان x من 0. من میام یه خورده اینو بیشتر میکنم. ببینین روی محور x داره سایه من تغییر پیدا میکنه مکانش. حالا y روی 4. میام اینو بیشتر میکنم. روی محور y داره موقعیت سایه تغییر میکنه با کم و زیاد کردن y. بلار که گفتم همون محو شدنه. هرچی من اینو بیشتر بکنم سایه بیشتر محو میشه. الان ببینید دیگه خیلی محو شد. اصلا مشخص نیست سایه. همون 4 به نظرم خیلی خوبه. میتونم شفافیت سایه رو کم و زیاد بکنم. روی 25% مثلا میتونم زیاد بکنم. ببینید شفافیت سایه افزایش پیدا کرد. من میذارمش دوباره روی همون 25%. پس از این قسمت هم میتونم سایه بدم به متنم. دوباره چند تا کنترل زد میزنم. برگردم به حالت قبل. دکمه زد کیبورد اگه فشار بدم همزمان آلت رو فشار بدم ببینید زوم این تبدیل به زوم اوت شد. حالا چند بار که کلیک بکنم زوم اوت میشه روی صفحه. دوباره اسپیس رو فشار میدم. جای فریمم رو تغییر میدم. میارمش وسط. خب پس با تنظیمات سایدبار سمت راست اون بخشی که مربوط به متن ها بود کاملا آشنا شدیم. بریم سراغ بقیه موارد سایدبار سمت راست. من 4 تا شکل کشیدم. 4 تا شکل رنگی. قرمز، آبی، سبز، زرد. اینا رو توی فریمم قرار دادم. روی قرمز کلیک میکنم. اگر من بیام align left رو بزنم ببینین شکلم رو میاره توی چپ ترین قسمت ممکن قرار میده. کنترل زد رو میزنم بیاد به حالت قبلی برگرده. حالا همشون رو سلکت میکنم. ببینین قرمز کجا قرار داره؟ اینجاست. خب میام align left رو میزنم. همه شکل‌ها رو نسبت به این قرمزه تو چپ ترین قسمت ممکن قرار داد. حالا من میام این زرد رو سلکت کنم. align right رو بزنم. میام تو راست ترین قسمت ممکن قرار میده. خب کنترل زد میزنم. حالا همشون رو سلکت میکنم. دوباره میام align right رو میزنم. همه این شکل‌ها رو نسبت به این مستطیل زرد میاد همه رو تو راست برای من مرتب میکنه. دوباره کنترل زد رو میزنم. اگه بیام align horizontal centers رو بزنم هاریزنتال میشه افقی. میاد اینا رو تو وسط ترین قسمت برام قرار میده. به صورت افقی اینو برام وسط چین میکنه. اگه بیام align vertical centers رو بزنم vertical میشه عمودی. ببینین به صورت عمودی اومده اینا رو وسط چین کرده. نسبت به این محور اومده اینا رو وسط قرار داده. اگه بیام align top رو بزنم همه رو تو بالاترین قسمت قرار میده نسبت به اون شکلی که تو بالاترین قسمت قرار داشته. الان ببینین این مستطیل سبز من پایین ترین قسمتش اینجاست دیگه. من اگه بیام align bottom رو بزنم بقیهشون نسبت به این مستطیل سبز تو پایین ترین قسمت قرار میگیرن. پس از این موارد برای مرتب کردن استفاده میکنیم. align left میاد نسبت به چپ مرتب میکنه. align right راست. این دوتا هم که وسطن. یکیشون به صورت افقی یکیشون به صورت عمودی. این یکی هم که میاد تو بالاترین قسمت قرار میده نسبت به شکلی که تو بالاترین قسمت قرار داره. این یکی هم تو پایین ترین قسمت. ببینین حالا من 4 تا مربع رنگی دارم. اینا با همدیگه هم اندازن. خب اینا فاصله شون با همدیگه برابر نیست. میام همشون رو با هم سلکت میکنم. تایدی آپ رو میزنم. معنی این لغت میشه منظم کردن. وقتی من اینو بزنم میاد فاصله اینا با همدیگه رو برابر میکنه. الان این 4 تا فاصله برابری نسبت به هم دارن. خب یه خط صورتی کوچولو هم اینجا قرار داره. من اگه زوم بکنم بیشتر مشخصه. ببینین این. دوباره زوم اوت میکنم. خب من اگه بیام رو این به سمت چپ و راست بکشم این فاصله رو میتونم کم و زیاد بکنم به راحتی. الان مثلا من میذارمش روی 70. این فاصله الان بین همه این مربع‌ها 70. پس اینطوری من میتونم اینا رو منظم بکنم. اینطوری میتونم فاصله بین اینا رو برابر کنم. وقتی اینطوری اینا رو منظم میکنم یه مزیت دیگه‌ای هم که داره اینه که اگه بیایم روی این دایره کلیک کنیم بکشیم بیاریم اینور راحت میتونیم جای اینا رو عوض کنیم. الان تو طراحیامون فرض کنیم که مثلا این 4 تا کارته من تصمیم گرفتم جای اینو با این یکی عوض کنم. راحت میام اینو میکشم جاشون عوض میشه فاصله شون هم حفظ میشه. پس کاربرد این موارد بالا رو متوجه شدیم. حالا این پایین یه چیزی داریم به اسم X و Y. این X و Y در واقع مختصات هستن. موقعیت شکل رو توی فریم مشخص میکنن.
ببینید الان این شکل xش این عدده، yش هم این عدد. اینم به همین صورت x و y مختص خودشو داره. این x و y مختصات شکل رو مشخص میکنن. من اینو اگه تغییر بدم x و yش هم تغییر میکنن. این w و h هم عرض و ارتفاع هستن. الان عرض این شکل من 328 پیکسله، ارتفاعش هم 461 پیکسله. ببینید الان من اگه اینو تغییر بدم ارتفاع شکل تغییر میکنه. اینو تغییر بدم عرض شکل تغییر میکنه. این یکی هم زاویه رو مشخص میکنه، روتیشن. من اگه کرسر رو بیارم اینجا، اینو تغییر بدم، ببینین زاویه داره تغییر میکنه. کورنر ردیوس هم دور شکل رو مشخص میکنه که تیز هستش یا گرد. من روی این زوم بکنم، ببینین الان دور این کاملا تیزه. من اگه اینو بکنم 16، ببینین دورش اینطوری حالت منحنی پیدا کرد. این دایره هم اگه به سمت داخل بکشم، این منحنی بیشتر میشه. اون عدد هم همونطور که میبینین داره افزایش پیدا میکنه. خب من اینو دوباره 0 میکنم، ببینین گوشه هاش دوباره تیز شد. اگه بخوام فقط مثلا یکی از این گوشه ها رو گرد کنم، اینو میزنم بهم نشون میده کدومه. این الان قسمت بالا سمت چپه. اینو میکنم 16 پیکسل. الان فقط این یکی گوشش گرد شد. اینا گوشه هاش تیزه. پس با این موارد آشنا شدیم، با این موارد هم آشنا شدیم. بیایم سراغ این قسمت. من یه مستطیل کشیدم اینجا به این رنگ. اینو انتخابش میکنم. خب این constraints موقعیت شکل رو برای من تو حالت ریسپانسیو مشخص میکنه. ببینید الان از نظر افقی این شکل من تو حالت سنتر قرار داره. یعنی چی؟ یعنی وسطه. به صورت عمودی هم بالا قرار داره. درسته؟ وسط بالا. الان من اگه بیام این فریمو خب بکشم به این سمت، این بازم موقعیت وسطش رو حفظ میکنه. این بازم وسط ترین قسمت ممکن میمونه. عرضش تغییر نمیکنه، ارتفاعش هم تغییر نمیکنه. تو وسط ترین حالت ممکن میمونه. همون بالایی هم که قرار داشت همونجا میمونه. خب پس اگه من فریم رو بزرگ و کوچیک کنم به این صورت قرار میگیره. با کنترل Z برگشتم به حالت قبل. دوباره میام روی این کلیک میکنم، میام میگم که تو به صورت افقی بیا رو اسکیل باش. گذاشتمش رو اسکیل. حالا اگه من بیام روی این کلیک بکنم و اینو بزرگش بکنم، این مستطیلم باهاش بزرگ میشه. ببینین سایزش تغییر پیدا کرد. متوجه شدین؟ حالا میام میگم رو اسکیل نباش، رو لفت اند رایت باش. الان اسکیل رو دیدیم، سنتر رو دیدیم، میخوایم ببینیم لفت اند رایت به چه صورته. حالا میام اینو بزرگ و کوچیک میکنم. ببینین بازم زیاد میشه عرضش. هر چقدر من عرض فریم رو بیشتر بکنم، عرض اینم بیشتر میشه. حالا میخوایم ببینیم فرق اسکیل با لفت اند رایت چیه. ببینین فاصله این مستطیل با دو طرف 41 پیکسله. درسته؟ 41 پیکسل با این ور فاصله داره، 41 پیکسل با این ور. الان روی اسکیله. من میام اینو کم و زیاد میکنم، سایز این مستطیلم زیاد میشه. درست؟ ولی فاصله این مستطیل با دو طرفم به صورت متناسب تغییر پیدا میکنه. هرچی که من اینو بزرگتر میکنم این فاصله هم بیشتر میشه. اما اگه بیام اینو بذارم رو لفت اند رایت و اینو بزرگ کنم، فریممو بزرگ کنم، این مستطیل بزرگ میشه ولی این فاصله حفظ میشه. همون 41 پیکسل میمونه. متوجه شدین؟ پس تو حالت لفت اند رایت فاصله بین دو طرف حفظ میشه. تو حالت اسکیل اون فاصله با یه تناسبی بیشتر میشه. حالا مثلا میام اینو میذارم روی لفت. میذارم رو لفت، اینم میذارم رو تاپ. اینو میام بیشتر میکنم. این تو تاپ میمونه، بالا میمونه ولی دیگه این زیاد نمیشه. به همون چپی که من بهش گفتم میچسبه. اگه بیام اینو بکنم رایت و اینو زیاد بکنم، سایز فریمم رو زیاد بکنم، به راست میچسبه. پس من تعیین میکنم به چپ بچسبه، به راست بچسبه، وسط بمونه یا با هر چقدر که من فریم رو بزرگ میکنم اون بزرگتر بشه. از این طریق من میتونم اینا رو کنترل بکنم. از اینجا
این چیزایی که گفتم از نظر عمودی هم ست میکنه. من مثلا اینو گذاشته بودم رو تاپ، درسته؟ حالا میام اینم میذارم رو اسکیل. میام فریممو بزرگ میکنم. ببینین چون رو اسکیله بزرگتر شده. فریممو که بزرگ کردم اینم بزرگ شده. پس با این قسمت هم آشنا شدیم. یه چیز دیگه که ما اینجا داریم، ببینیم من روی این کلیک میکنم. خب یه چیزی داریم به اسم کلیپ کانتنت که الان تیکش خورده. این مستطیل رو من میام بزرگ میکنم، از فریمم زده بیرون. اون قسمتی که از فریم زده بیرون رو من نمیبینم، فقط اون چیزایی که توی فریمه میبینم. چرا؟ چون تیک کلیپ کانتنت رو زدم. فریم رو سلکت کردم، ببینین فریمم رو سلکت کردم، نه مستطیل رو. فریم رو سلکت کردم، میبینم تیک کلیپ کانتنت فعاله. چون که فعاله من اون چیزایی رو میبینم که داخل فریمم قرار دارن. اگه این تیکو بردارم اون قسمت بیرونی هم میتونم ببینم. پس کلیپ کانتنت هم معنیش اینه. بریم به قسمت لیر. خب ببینید من 2 تا تصویر آوردم توی فریم. میام این یکی رو میذارم بالای، میذارم روی این، درست؟ الان تصویر دوم کاملا اون تصویر اول منو پوشونده، اون زیریه مشخص نیست. اگه بیام اینجا روی تصویر دوم کلیک کنم، بیام اینجا مثلا اینو بذارم رو اسکرین، ببینین حالت رنگی به این شکل تغییر پیدا میکنه. روی هر کدوم که بیام حالتهای رنگی من به یه شکلی تغییر میکنه. خب من مثلا میذارمش روی اسکرین. توی تامنیلای یوتیوب معمولا از این حرکت ها میزنن. در واقع بلندینگ مود امکان ترکیب رنگ ها و تصاویر رو به ما میده تا ما بتونیم جلوه های زیبایی رو به وجود بیاریم. یه مستطیل قرمز میارم، اینو کپی میکنم، اینم یه شکل آبی، اینا رو میذارم روی هم. الان این آبیه جلوی قرمزه رو گرفته کامل، ولی من اگه بیام اینجا توی این قسمت بلندینگ مود اینو تغییر بدم، می‌بینی که حالتهای رنگی تغییر پیدا میکنه. در واقع بلندینگ مود ترکیب رنگ هاست. زیاد پیش نمیاد ما از این قابلیت استفاده کنیم، ولی گفتم اینم توضیح بدم که بدونیم. پس با این قسمت ها آشنا شدیم، با این قسمت آشنا شدیم، با این قسمت آشنا شدیم. اینو توضیح دادیم، فیل و استروک هم توضیح دادیم، افکت زم، دراپ شادو رو توضیح دادیم، اینر شادو هم میشه سایه داخلی، لیر بلار مثلا من فعال میکنم، بلار رو افزایش میدم. ببینین لایه رو برام تار میکنه. پس لیر بلار لایه رو برامون تار میکنه. من اینو میام میذارم رو همون 0 که لایه‌ام تار نباشه اصلا. اینو منفیشو اگه بزنم، این منها رو بزنم، برمیداره اون افکت رو از روی تصویرم. خب یه افکت دیگه مونده بود که توضیح بدم. من چند تا شکل گذاشتم توی فریمم، یه مستطیلم کشیدم هم اندازه با این فریم، این فریم موبایله. اینو انتخابش میکنم، رنگش رو سفید میکنم، شفافیتش رو میذارم روی C. پس یه مستطیل هم اندازه فریمم کشیدم، رنگش رو سفید کردم، شفافیتش رو گذاشتم روی C. یه افکت دیگه که اینجا هست بک‌گراند بلاره. من این مستطیل رو میارم میندازم روی این فریمم، بک‌گراند بلار روی این فعاله. خب روی این آیکون کلیک میکنم، بک‌گراند بلار رو با دکمه بالای کیبورد افزایش میدم. ببینین یه همچین شکلی درست میکنه. شاید تو بعضی از اپ‌های موبایل، توی بعضی از سایت‌ها یه همچین حالتی رو دیده باشین. اینو میتونیم این شکلی با این افکت بک‌گراند بلار ایجاد کنیم. اینجا توی سایدبار سمت چپ که ما فریما و صفحات و لایه هامون رو میبینیم، اگه روی این چشم من کلیک کنم، ببینید دیگه اون لایه رو نمیبینیم. من روی چشمش کلیک کردم، غیر فعال شد. دوباره روش کلیک کنم فعال میشه. الان من روی این چشمه میزنم که اون مستطیل رو نبینم. حالا مثلا میام رنگ اینا رو سبز میکنم. از کالر پیکر استفاده میکنم، رنگ اینا رو سبز میکنم. دوباره اینو برمیگردونم، ببینین اون رنگ زیر سبز شد. با این افکت هم میشه یه حالت قشنگی رو به وجود آورد. دیگه توی سایت بار سمت راست موردی نمیمونه که بگم جز اکسپورت که اونم در ادامه کامل بهتون توضیح میدم. حالا میخوایم ببینیم کامپوننت ها چی هستن.
فرض کنین دارین یه سایتی رو طراحی میکنین، میخواین توی هدرتون یعنی قسمت بالای سایتتون یه سرچ بذارین. مسلما اون سرچ رو فقط نمیاین توی هوم سایتتون بذارین، قطعا تو چندین و چند صفحه دیگه از وبسایتتون از اون سرچ استفاده میکنین، یعنی اون سرچ توی هدرتون هست. نمیاین تک تک برای این صفحه ها اون سرچ رو طراحی بکنین، میان یک بار تعریفش میکنین به عنوان کامپوننت و چندین جا ازش استفاده میکنین. پس خوبی کامپوننت ها اینه که باعث میشن ما تو زمانمون صرفه جویی کنیم و باعث میشن ثبات هم تو طراحیمون حفظ بشه، چون یک بار طراحی میکنیم چندین بار از همون تو جاهای مختلف استفاده میکنیم. مثلا فرض کنین میخوام برای سایتم یه فرم داشته باشم. اون فرم رو میخوام المان‌هاشو به صورت کامپوننت تعریف کنم. اول میام یه صفحه به اسم کامپوننتس درست میکنم. توی این صفحه یه فریم قرار میدم به این شکل. حالا میخوام کامپوننت هامو اینجا تعریف کنم. مثلا فرض میکنم فرمم یه لیبل داره. پس یه فایل تکست درست میکنم. اسمشو میذارم لیبل. سایزش 36، فونتش وزیر، بولد. خوبه. اینو میذارم اینجا. حالا چطوری من میتونم اینو تبدیل به یه کامپوننت بکنم؟ میام روش کلیک میکنم، کرییت کامپوننت رو میزنم. این به شکل یک کامپوننت برای من تعریف شد. حالا اسمشون باید مفهوم باشه، چون وقتی پروژه بزرگ میشه و تعداد این کامپوننت ها زیاد میشه، شما باید با دیدن اسم کامپوننت بفهمین که این مربوط به کدوم قسمته. پس میام روی این کلیک میکنم، مینویسم form/label که بفهمم این کامپوننت مربوط به فرم منه. من میام یه شیپ میکشم، میام توشو خالی میکنم، بهش یه استروک میدم، یه استروک این رنگی، میام گوشه هاشو گرد میکنم، بهش یه سایه میدم، یه سایه بهش دادم. اینم میام تبدیل میکنم به یه کامپوننت، روش کلیک میکنم، کرییت کامپوننت رو میزنم، اسمش هم درست میکنم، مثلا مینویسم form /input. من الان 2 تا کامپوننت تعریف کردم، لیبل و اینپوت. حالا فرض کنین یه دکمه هم میخوام برای ارسال. به شکل اینطوری میکشم، روش مینویسم send. اینو میارم این داخل، سایزشو کوچیک میکنم، رنگشو سفید میکنم به این شکل. حالا میخوام اینم تبدیل به یه کامپوننت کنم. جفتشو سلکت میکنم، کرییت کامپوننت رو میزنم، اسمشو میکنم مثلا form/button. اینا الان شدن کامپوننت های ما. من میتونم از ترکیب این 3 تا با هم یه کامپوننت درست کنم. 3 تاشو با هم روشون کلیک میکنم، کرییت کامپوننت رو میزنم. حالا یه کامپوننت دارم که ترکیب اینا با همه افتاده اینجا. میام روشون کلیک میکنم، میذارمشون اینجا. این یه کامپوننت تکیه، این یه کامپوننت تکی، اینم یه کامپوننت تکی. این 3 تا با هم یه کامپوننت رو تشکیل دادن. میام مثلا برای این یکی مینویسم فرم. حالا من اینو تعریف کردم، میخوام چند جا ازش استفاده کنم. مثلا تو صفحه هومم یا تو صفحه کانتکت آسم میخوام یه فرم بذارم. کجا باید بیام از اینا استفاده کنم؟ تو تب assets. تو تب assets لیست کامپوننت های منو نشون میده. یادتونه قبلا گفته بودم تو نوار ابزار، اینو بعدم بهتون میگم چیه؟ ببینین لیست کامپوننت های من اینجام هست. الان توی فرم من اینو دارم، اگه بازش بکنم چیزایی که تو فرم هستن هم میبینم، باتن، اینپوت، لیبل. برمیگردم عقب. پلاگین هم در ادامه بهتون میگم. حالا با این کامپوننت هایی که تعریف کردم میخوام فرم درست بکنم. لیبل رو میذارم اینجا، مینویسم نام. یه بار دیگه مینویسم نام خانوادگی. حالا اینپوت رو اینجا قرار میدم. به این شکل و دکمه ارسال. این سندم میکنم ارسال. ببینیم ما به المان‌های توش میتونیم دسترسی داشته باشیم به راحتی، میتونیم همشون رو ادیت کنیم. حالا این یه فرم کامل نیست، فقط میخواستم راجع به کامپوننت ها صحبت بکنم. به این شکل ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. ببینید من میرم تو اون صفحه که کامپوننت رو تعریف کرده بودم، تو صفحه کامپوننتس. این الان کامپوننت اصلی منه دیگه، درسته؟ کنارش یه علامته که نشون میده این کامپوننت مستره، یعنی اون کامپوننت اصلیه که من تعریف کردم. اگه من بیام از این یه کپی درست بکنم، دیگه اون علامت کنارش نیست، یه لوزیه
که مشخص میکنه این کپی اون کامپوننته. حالا من اگه بیام تو اون اصلیه هر تغییر ایجاد بکنم، آبجکت های دیگه هر جای پروژه که از این کامپوننت ساخته شده باشن هم تغییر میکنن. من مثلا میام رنگ اینو قرمز میکنم، بقیه هم همه قرمز میشن. مثلا رنگ اصلی یه وبسایتی آبی بوده یهو شده قرمز. دیگه لازم نیست ما تک تک بریم همه جا تغییر بدیم اون رنگو. یه جا تغییر میدیم همه جا تغییر پیدا میکنه. یعنی توی اون کامپوننت اصلی تغییر میدیم همه جا تغییر پیدا میکنه. کنترل زد میزنم. خب پس با کاربرد کامپوننت ها آشنا شدیم، فهمیدیم چطوری میتونیم اونا رو تعریف بکنیم و چطوری میتونیم ازشون استفاده بکنیم. خب الان من این کامپوننت رو اینجا دارم. گفته بودم بسته به اینکه من اینجا تو فریمم رو چی کلیک بکنم سایت بار سمت راست تغییر میکنه. درسته؟ دکمه رو روش کلیک کردم. بیام اینجا بزنم اینپوت، این تبدیل به اینپوت میشه. بیام بزنم لیبل، این تبدیل به لیبل میشه. بزنم باتن، تبدیل به باتن میشه، تبدیل به دکمه میشه. اگه بیام روی این کلیک کنم go to main component، میره به کامپوننت اصلی، میره همون جایی که من کامپوننت اصلی رو تعریف کردم. اگه اینو بزنم برمیگردم جایی که بودم. خب گفتم من اگه بیام رنگ اون کامپوننت اصلی که تعریف کردم و تغییر بدم، هر جا که از اون کامپوننت استفاده شدم رنگش تغییر میکنه. اگه نخوام این اتفاق بیفته روی این کلیک میکنم و این دیتچ رو میزنم. حالا اگه من برم به کامپوننت اصلی و رنگ اینو تغییر بدم، ببینید من رنگ اینو تغییر دادم. بیام اینجا میبینم رنگ این تغییر نکرده چون دیتچ رو زده بودم. از کامپوننت مجزا شده. ببینید دیگه رنگش بنفش نیست. یعنی این یه عنصر کامپوننت نیست. خب پس با کامپوننت ها هم آشنا شدیم. تو بخش قبل من گفته بودم که ما برای پروژمون رنگ اصلی داریم، رنگ ثانویه داریم، اکسنت کالر داریم. مثلا فرض کنیم من اینو ساختم، رنگشم مثلا رنگ اصلی سایتم اینه. خب میتونم نیام همه جا این رنگو مثلا چه میدونم کدشو کپی کنم یا مثلا با کالر پیکر ورش دارم. میتونم بیام اینجا اینو بزنم، بعدش این به اضافه رو بزنم و این رنگ رو به عنوان رنگ اصلی تعریف کنم. مثلا تو نیمش مینویسم پرایمری کالر، بعد create a style رو میزنم. حالا من اینو به عنوان رنگ اصلی دارم. اگه من بیام مثلا یه شکل دیگه قرار بدم اینجا، میتونم بیام توی این فیل پرایمری کالر رو براش انتخاب کنم. میام این شکل رو ایجاد میکنم، روی پرایمری کالر کلیک میکنم. حالا اگه من برم تو اون استایل اصلیم پرایمری کالرم و رنگش رو عوض بکنم، بازم همه جا رنگ عوض میشه. ببینید توی جای خالی کلیک کنین، اینجا نوشته local styles. خب میام روی این کلیک میکنم، بعدش روی این قسمت روی این کلیک میکنم، میام مثلا اینو میکنم سبز. ببینید اینجا هم تغییر پیدا کرد. یعنی هر جا که من اون پرایمری کالر رو ازش استفاده کردم تغییر پیدا کرد. فقط هم اینطوری نیست که ما بتونیم یه رنگ رو به عنوان استایل تعریف بکنیم و ازش استفاده کنیم. دراپ شادو هم میتونیم مثلا به عنوان یه استایل تعریف بکنیم و ازش استفاده بکنیم. مثلا من به این یه شادو میدم، مثلا اینو میکنم 20، اینو میکنم 10، یه شادوی به این دادم. خب اینم میتونم بیام سیوش کنم. اینو میزنم، به اضافه رو میزنم، اسمشو مثلا میذارم آوامیا شادو، کرییت رو میزنم. یه شادو الان من تعریف کردم. من اگه بیام اینجا الان روی این کلیک کنم، افکت رو بزنم، میتونم بیام آوامیا شادو رو اینم اعمال بکنم. میتونم دوباره بیام روی این کلیک کنم، افکت رو بزنم، آوامیا شادو اینجا هست، روش کلیک بکنم. پس یه بحث تعریف کامپوننت داشتیم که باهاش آشنا شدین، یه بحث تعریف استایل داشتیم که با اونم آشنا شدیم. حالا میخوایم راجع به گرید و لی‌اوت صحبت کنیم. ببینین فرض کنین من میخوام 3 تا کارت محصول تعریف کنم. اگه گرید رو صفحه نباشه، اگه یه شبکه روی صفحه نباشه، نظم بخشیدن به کار برای من سخت میشه. پس گریدها روشی هستن برای نظم بخشیدن به طرح ما. حالا چطوری اونو ایجاد بکنیم؟ من اینا رو پاک میکنم. روی فریممون کلیک میکنیم، تو ساید بار سمت راست لی‌اوت گرید برامون میاد. به اضافه رو که بزنیم میتونیم یکی ایجاد کنیم. الان خودش یه گرید، یه شبکه 10 پیکسلی برای من درست کرد. من اینو میکنم 5 پیکسل. رنگش هم باید مات باشه، یه رنگی باشه که خیلی تو چشم نباشه که اذیتمون کنه. یه رنگ خاکستری این شکلی. الان من اگه زوم کنم
ببینین خطوط شبکه 5 پیکسلی برام ایجاد شده. برمیگردم عقب. حالا من به اضافه رو میزنم. اینو میذارم روی ستون. تعداد ستونم رو میکنم 12. این کاونت تعداد ستون منه. خب الان من 12 تا ستون دارم. دوباره میام اینجا، اینو میذارم رو سنتر، رو وسط. این عرض ستون منو مشخص میکنه. میذارمش روی 70. گاتر فاصله بین این ستون هاست. پس این 70 عرض ستونه، گاتر فاصله بین هر ستونه. من اینو میکنم 30. این شبکه رو بردارم که بهتر ببینیم. الان من تو صفحه‌ام 12 تا ستون دارم که عرضش 70 پیکسله، فاصله بین هر ستونم 30 پیکسله. این عددا برای سایزهای مختلف متفاوته. اینطوری نیست که همیشه همینطوری باشه. مثلا تو سایز دسکتاپ معمولا 12 تا ستونه، برای موبایل 4 تا ستون، برای تبلت 8 تا ستون. پروژه‌ای که شما براش کار میکنین یا از قبل این اندازه ها رو داره یا اینکه خودتون باید اون سیستم رو در بیارین. برای اندازه های متفاوت عرض ستون، فاصله بین ستون ها، تعداد ستون ها متفاوته. الان اگر من بخوام مثلا یه کارت محصول ایجاد بکنم، ببینین خیلی کارم نظم بیشتری داره. مثلا میگم این بیاد 3 تا ستون رو اشغال بکنه. آلت فشار میدم، کپیش میکنم به این شکل. دوباره کپیش میکنم، کپیش میکنم. بعد ببینین روی این ستون هم حالت آهن ربایی داره. یعنی وقتی میکشمش روی این ستون وای میسه. حالا فاصله همه اینا 30 پیکسله، عرض همشون برابره و به این شکل من میتونم به کارم نظم بیشتری بدم. حالا مثلا میتونم کارتی تعریف کنم که 4 تا ستون رو بگیره. ببینین کپی میکنم. این الان 4 تا ستون رو گرفته. حالا میخوایم ببینیم پلاگین ها چی هستن. خیلی از نرم افزارا یه چیزی به اسم پلاگین دارن که یه سری قابلیت بهشون اضافه میکنه. فیگما هم از این قاعده مستثنا نیست. فیگما هم یه سری پلاگین داره که میتونیم نصبشون بکنیم و از قابلیتاشون استفاده بکنیم. تو کارمون خیلی بهمون کمک میکنن. خیلی راحت میتونیم تو گوگل سرچ کنیم مثلا best plugins for Figma. یه لیست کامل برامون میاره. میتونیم بخونیم هر کدومشون چی کار میکنن، اونایی که فکر میکنیم به دردمون میخوره رو نصب کنیم. حالا چطوری میتونیم پلاگین نصب بکنیم؟ میایم تو منوی فیگما، قسمت پلاگینز، منیج پلاگینز رو میزنیم. من میام اینجا مثلا سرچ میکنم آنسپلش. پلاگین آنسپلش رو برام میاره، روش کلیک میکنم، سیو میکنم، پلاگینو رانو میزنم. آنسپلش یه سایتیه که ما میتونیم توش عکسای بدون کپی رایت برداریم. من روش کلیک میکنم. اینجا میتونیم عکسای بدون کپی رایت دانلود بکنیم. این آنسپلش پلاس ها که نه، ولی اینایی که علامت آنسپلش پلاس کنارشون نیست، اینا رو میتونیم راحت دانلود کنیم و بدون اینکه نگران کپی رایت باشیم ازشون استفاده کنیم. خب پلاگینش برام باز میشه. میتونم از این سایت عکس بردارم. مثلا از این عکس میخوام تو طرحم استفاده بکنم، روش کلیک میکنم. ببینین عکس رو برام تو طرح میاره. حالا من شیفت رو نگه میدارم، سایز عکس رو کوچیک میکنم. میتونم تو طرحم از این عکس استفاده کنم. مثلا فکر کنیم من اینجا یه دایره میکشم، میام اینا رو مرتب میکنم. خب دارم یه اپ برای غذا مینویسم. میام اینجا سرچ میکنم فود. ببینین عکس غذا برام میاره. مثلا از این خوشم میاد. روش کلیک میکنم. میاره میندازه تو طرحم. برای این یکی مثلا اینو انتخاب میکنم. برای این یکی میتونم اینو انتخاب کنم. خودش یه سری کاتگوری هم اینجا برامون گذاشته. مثلا عکسای مینیمال، عکس فضا، عکسایی که مربوط به بیزینسن، عکسای هنری. خب این پلاگین خیلی به کارمون میاد. حتما سعی کنین نصبش بکنین. الان اگه بیام تو منوی نرم افزار، قسمت پلاگین، آنسپلش اینجا تو لیستم هست. پلاگین دیگه که میتونیم نصب کنیم پلاگین لورم ایپسومه که حتما باش آشنایی دارین. یه متن تصادفی برامون تولید میکنه. وقتی تو طراحیامون نمیدونیم الان اینجا چه متنی میخوایم بنویسیم، میتونیم از این متن تصادفی استفاده بکنیم.
میام تو پلاگینز، منیج پلاگینز رو میزنم، سرچ میکنم لورم ایپسوم، روش کلیک میکنم، سیوش میکنم، رانو میزنم. الان یه فایل تکست ایجاد میکنم، میگم که من 10 تا جمله میخوام. جنریتو میزنم، 10 تا جمله برام اینجا قرار میده. میتونم بیام یه چیز دیگه بگم مثلا من 20 تا کاراکتر میخوام، 20 تا حرف، یا مثلا 20 تا کلمه میخوام، یا 20 تا پاراگراف میخوام. مثلا اینجا مینویسم من 2 تا پاراگراف میخوام. جنریتو که بزنم 2 تا پاراگراف برام قرار میده. من سایز اینو کوچیک کنم، بزنمش روی 16. ببینید 2 تا پاراگراف اینجا برام قرار داد. یه پلاگین دیگه هم هست به اسم فدرایکون. سرچ میکنم فدرایکون، روش کلیک میکنم، سیوش میکنم، رانو میزنم. میتونم از این پلاگین برای برداشتن آیکون استفاده کنم. مثلا آیکون وای فای رو میخوام، برمیدارم میارم میکشم میندازمش تو طرحم. به این شکل میتونم تو طرحم از آیکوناش استفاده کنم. خیلی پلاگین کاربردیه، سعی کنین اینم حتما نصب کنین. یه پلاگین دیگه که میتونیم نصب کنیم بلابزه. میام سرچ میکنم بلابز، سیوش میکنم، رانو میزنم. برام یه همچین شکلای تولید میکنه. این قسمت پیچیدگی شکل رو مشخص میکنه. با کم و زیاد کردنش پیچیدگی شکل رو میتونم کم و زیاد کنم. این قسمت هم موجا رو تغییر میده. من الان اینسرت رو بزنم، ببینین این شکل‌ها رو برام قرار داد. تو طراحیامون میتونیم از این شکل‌ها استفاده بکنیم. الان تمام پلاگینایی که من سیو کردم اینجا قرار گرفتن. میتونم دوباره ازشون استفاده کنم. ببینید من سرچ کردم best plugins for Figma. این سایت رو باز میکنم. لیست 20 تا پلاگینی که میتونم نصب کنم تو فیگما ازش استفاده کنم برام میاره. ببینید مثلا این همون فدرایکونیه که گفتم. شما میتونید به همین شکل سرچ بکنین و پلاگین مد نظرتون رو پیدا کنین و نصب کنین. پس فهمیدیم پلاگین چیه، چند تا پلاگین رو با هم نصب کردیم، تستش کردیم، طریقه نصبش هم یاد گرفتیم. یه مبحث دیگه مونده به اسم اوتو لی‌اوت. ببینید من الان یه دکمه طراحی میکنم، مثلا به اسم دکمه ارسال. الان من اگر بیام متن این دکمه رو زیاد بکنم، ببینین مثلا می‌نویسم به جای ارسال می‌نویسم نظر خود را برای ما ارسال کنید. ببینین متن از دکمه زد بیرون. حالا من میخوام این اتفاق نیفته. میام این دوتا رو با هم سلکت میکنم و شیفت A رو میزنم. شیفت A. اگه ما روی یه آبجکتی کلیک کنیم و شیفت A رو بزنیم، اون آبجکت رو وارد یه فریم میکنیم. با این کار قسمت اوتو لی‌اوت برامون فعال میشه. الان من روی این ارسال کلیک میکنم، مینویسم نظر خود را برای ما ارسال کنید. حالا هیچ وقت همچین متن طولانی رو نمیان روی دکمه بنویسن. من فقط میخوام بهتون نشون بدم که اوتو لی‌اوت چیه. من این متن رو طولش رو بیشتر کردم، همونطور که میبینید، همونطور که من متن رو بیشتر کردم طول این دکمه هم بیشتر شد. به این میگن اوتو لی‌اوت. مثلا من یه دکمه دیگه طراحی میکنم. خب من اومدم یه دکمه دیگه طراحی کردم. این الان توی یه فریم نیست و اوتو لی‌اوت براش فعال نیست. خب یعنی من اگه بیام این فالو آس رو ادامه بدم، متن میزنه بیرون. ببینین متن از دکمه زد بیرون. میام چیکار میکنم؟ این دوتا رو با هم انتخاب میکنم، شیفت A رو میزنم، این دوتا رو میذارم توی یه فریم. حالا اوتو لی‌اوت براش فعال شده. میام مینویسم فالو آس آن اینستاگرام. ببینین همینطور که من ادامه میدم دکمه‌م ادامه پیدا میکنه ارزش و اینکه فاصله بین دو طرف حفظ میشه. این عدد 79 الان چیه؟ نوشته horizontal padding. اینو من زیاد که بکنم فاصله از دو طرف زیاد میشه. من اینو مثلا میذارم رو 120. فاصله از دو طرف 120. خب 120 خیلی زیاده. میذارمش 80. پس این فاصله این متن از دو طرف مستطیله. این فاصله عمودیه. مثلا اینو میذارم رو 30. ببینین فاصله بالا زیاد شد. الان جفتشو گذاشتم رو 30. 30 پیکسل از بالا و پایین، 30 پیکسل از چپ و راست فاصله داره. حالا برای این دکمه اوتو لی‌اوت فعال شده، درسته؟ برای این دکمه هم فعال شده. حالا من جفتشون رو انتخاب میکنم، دوباره شیفت A رو میزنم. حالا اوتو لی‌اوت واسه این دوتا با هم دیگه فعال شده. اگه من این دوتا رو انتخاب بکنم، این عدد 51 درسته؟
این 51 فاصله بین این دوتا دگمه است. من اینو کم کنم فاصله شون کم میشه. اینو زیاد کنم فاصله شون زیاد میشه. پس معنی horizontal gap between items اینه. پس با اتولیت هم آشنا شدیم. خب حالا این اتولیت به صورت افقی بود. حالا میخوایم ببینیم اتولیت عمودی چیه. من یه متن اینجا می نویسم. خب این فایل متن منه. این فایل متنم با زدن شیفت A میذارم توی یه فریم. اینو گذاشتم توی یه فریم. حالا اینا رو با هم سلکت میکنم و شیفت A رو میزنم. حالا ببینید اگه من اینا رو با هم سلکت کنم میتونم فاصله اینا رو به صورت عمودی جابجا کنم. پس این اتو لی‌اوت به صورت عمودیه، vertical layout. پس هم به صورت افقی میتونیم رو اتو لی‌اوت کار کنیم، هم به صورت عمودی. ببینین قبلیه horizontal gap between items بود، این یکی vertical gap between items. قبلیه فاصله افقی بود، این یکی فاصله عمودیه. با کم و زیاد کردن فاصله افقی و عمودی رو میتونیم جابجا بکنیم. و در نهایت برای خروجی گرفتن روی فریم مورد نظرم کلیک میکنم، تو سایدبار سمت راست علامت به اضافه کنار اکسپورت رو میزنم، فرمت مورد نظرم رو انتخاب میکنم. فرمت هایی که میتونیم خروجی بگیریم PNG، JPG، SVG و PDF. مثلا من میذارم رو PNG، اکسپورت رو میزنم، برام اکسپورت میگیره. از فریم مورد نظرم اکسپورت گرفت. میتونم چند تا فریم رو انتخاب کنم و از چند تا فریم همزمان اکسپورت بگیرم. ببینید اینجا 2 تا فریم دارم. رو این کلیک میکنم، شیفت رو نگه میدارم، رو این یکی هم کلیک میکنم، به اضافه کنار اکسپورت رو میزنم، اکسپورت تو لیرز رو میزنم، به هم یه فایل زیپ میده. این فایل زیپ رو اگه باز کنم جفت فریم ها توش قرار دارم. پس هم میتونم از فریم به صورت تکی اکسپورت بگیرم، هم میتونم از چند تا فریم همزمان اکسپورت بگیرم، حتی میتونم از یک فریم تو 2 تا فرمت مختلف یا هر تعداد فرمتی که بخوام اکسپورت بگیرم. مثلا من الان یه PNG اینجا قرار دادم. خب دوباره این به اضافه رو میزنم، دومی رو مثلا میذارم رو JPG. اکسپورت رو که بزنم دوباره یه فایل زیپ بهم میده. تو یکیش فرمتم JPG، تو یکیش فرمتم PNG. تو نوار ابزار اسلایس هم که بهتون گفته بودم، مثلا من میام یه باکس اینطوری درست میکنم، فقط از این یه تیکه اکسپورت میخوام بگیرم، همین یه تیکه رو میخوام. اکسپورت رو میزنم، ببینین اکسپورت اسلایس 1 روش که کلیک بکنم دقیقاً همون یه تیکه که انتخاب کردم و برام اکسپورت میگیره. پس با نحوه اکسپورت گرفتن هم آشنا شدیم. خب دوستان تو بخش 1 یه سری اصول اولیه طراحی UI رو یاد گرفتین. تو این ویدیو یعنی بخش 2 کار با نرم افزار فیگما رو یاد گرفتین. تو بخش 3 وایر فریم رو قرار آموزش بدیم و تو بخش 4 هم پروتوتایپ رو. و نهایتاً تو بخش 5 یعنی بخش آخر یک پروژه خواهیم داشت تا از تمام چیزایی که یاد گرفتیم استفاده کنیم. ممنون میشم اگه ویدیو رو مفید دیدی کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنی. از خوندن نظراتتون تو کامنت هم خیلی خوشحال میشم. مرسی از توجهتون و خدا نگهدار.